let me go. You're thinking about going to therapy. And as a therapist myself, of course I'm going to say that's a great idea. But first, let's talk about the things they don't tell you. First of all, you're going to say, I'm fine. Like 300 times. Spoiler alert, your therapist will see right through that. And how does that make you feel? Yes, they actually use this phrase. And yes, they actually want to know the answer. Then there's the crying. Like 1 minute you're talking about your race that you got at work, and then the next minute you're talking about how when you were 6 years old, your mom left you in the aisle in the grocery store because she went to the next aisle to get some milk because she thought that you were right there next to her. Come to find out, that's when your abandonment issues started. And homework, yes, there's homework. But here's the thing, by the end of it, therapy could actually make you feel better. And you'll be like, why didn't I start this sooner? سند و مدرک هر چی شما بود. بوتوله باز چی تو فکر این بچه درس خونه؟ یه سری نقشه‌های عاقلانه‌ای داره. به خدا منم نمیدونم داداش. تنها چیزی که میدونم اینه که کسی که با کمال بگرده آلزایمر نمیگیره. همش ژیمناستیک مغزه. عقلش کامله ولی قلبش میدونی وقتی اونو نگاه میکنم قلب خودم له میشه ها؟ دلت واسم میسوزه؟ وای بچه درس خون. نه دلم نمیسوزه ولی میخوام دیگه دست از این نقشه کشیدن ها برداری. یعنی سعی نکن جلو کسی رو بگیری، بذار زندگی در جریان باشه، تو هم حالشو ببر. برای این کار باید جواب بعضی سوالا رو پیدا کنم. باید بعضی خیانت‌ها تموم بشن. اول باید تو کیفت خوکه سر حالی. خیلی خوب، حالا بگو ببینم چی تو فکرته. بذار با جوابی که تخصص توه شروع کنم. البته شما باید کمک کنید. به لطف خدا حتما. میخوام برم خونه کزشغلو. کی؟ امشب. ببین عزیزم، تو کیسه ای که دست کماله میتونست ژنتیک دخترمون باشه. از خونه نره بیرون چی؟ راه حلش راحته. از اون گاز اشکاورا دیدی اونو میزنی تو صورتش تموم میشه. اونجوری نخند پسر، قشنگ نیست ولی آدمو واقعا بیهوش میکنه. باشه اگه در نیامد میزنم ولی در میاد. اگه بدونی قرار ضربه بخوری ولی ندونی از کجا، اون موقع همه جا رو میگردی. ولی اون جایی که باید بگردی و نمیگردی. عامرم همین کارو میکنه. لیلا عزیزم، چیزی شده؟ انگار حالت زیاد خوب نیست. چیزی نیست. الان دارین یه چیزی رو از ما پنهون میکنین، کاملا مشخصه. حتی تو دست یا جیبم جا میشه. عامر زیاد حرف نزن، منم خیلی وقت ندارم. جدی داری میری؟ یکم فرار میکنی ولی آدم کم کم فرار نمیکنه، یا فرار میکنه یا فرار نمیکنه. بهت گفتم که با دنیز میریم یه مسافرت کوچولو، یعنی میریم و بر میگردیم، چیزی نشده. از طرف من دنیزو ببوس. باشه. خسته نباشین خاله جون، منافع مشترکمونو میسپارم به شما. خب به نظرتون چیزی کم و کسره؟ دیگه چی میخوای باشه؟ هم از عقل تو باید ترسید هم از قلبت. داداش این فکس برای تو اومده. چه فکسی؟ ای خدا فکس اومده. 450 نمیدونم چی و غیره و غیره و جمع شرکت کزشغلو. این چیه؟ ما به این عوضی ها هنپاره نفروختیم که. ما به کدوم شرکت فروختیم؟ اون کاغذ رو بیار بینم. اون کاغذ کجاست؟ داداش باید اونجا باشه. بده ببینم. ما به اینا نفروختیم. زود باش. این آره ما به اینا فروختیم. یه پسر بور اومد پای معامله. اون نیست؟ دقیقاً ما به اینجا فروختیم. کزشغلو از کجا در اومد؟ یه کاسه زیر نیم کاسه است. ممکنه تو این آهنا رو به زیر مجموعه شرکت کزشغلو فروخته باشی.
یه زنگ به مدیر مالی بزن. تو زنگ بزن این مکالمه‌ام ضبط. چجوری ضبط کنیم؟ من که دستگاه ضبط ندارم، ولی شما ضبط کنین، منم قشنگ باهاش حرف میزنم. خوبه؟ ای خدا. خاله جان به کمالی که گریه نمیکنه پستونک میده درک نمیکنم. آمر، خواهش میکنم با لیلا کاری نداشته باش. نگران نباش، بدیام حد و مرز و اندازه داره. بیا بریم با خاله جان خداحافظی کنیم. تو با ما نمیای آمر. باشه، قبول. این واقعیت تلخ و به عنوان تمرین دلتنگی شما دوتا قبول میکنم. آدمات نباید دور و بر. مامان، من بدون تو چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ منم نمیدونم. من الان تو آشپزخونه هتل با مرغی که آوردم یه سوپ درست میکنم و برات میارم. باشه؟ داری میری؟ وقتی آوردم در رو باز کن، سوپو بگیر، همش هم بخور. همه رو میخوری یا نگو اشتها ندارم. تغذیه درست نباشه خوب نمیشی. مامان داری میری؟ فرض کن اصلا نیومدم. مامان نرو. زینب، من نرفتم، تو ترجیح دادی ما رو ول کنی و بری. مامان، من نمیخوام تو رو از دست بدم. اینجوری نمیتونم زندگی کنم. تو رو خدا نرو. کار از کار گذشته. نگو، اونجوری نگو مامان، خواهش میکنم. من اینا رو بهت نمیگم که دلتو بسوزونم دخترم، میگم که سرتو بلند کنی. خاله جان به کمالی که گریه نمیکنه پستونک میده درک نمیکنم. آمر، خواهش میکنم با لیلا کاری نداشته باش. نگران نباش، بدیام حد و مرز و اندازه داره. بیا بریم با خاله جان خداحافظی کنیم. تو با ما نمیای آمر. باشه، قبول. این واقعیت تلخ و به عنوان تمرین دلتنگی شما دوتا قبول میکنم. آدمات نباید دور و بر. مامان، من بدون تو چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ منم نمیدونم. من الان تو آشپزخونه هتل با مرغی که آوردم یه سوپ درست میکنم و برات میارم. باشه؟ داری میری؟ وقتی آوردم در رو باز کن، سوپو بگیر، همش هم بخور. همه رو میخوری یا نگو اشتها ندارم. تغذیه درست نباشه خوب نمیشی. مامان داری میری؟ فرض کن اصلا نیومدم. مامان نرو. زینب، من نرفتم، تو ترجیح دادی ما رو ول کنی و بری. مامان، من نمیخوام تو رو از دست بدم. اینجوری نمیتونم زندگی کنم. تو رو خدا نرو. کار از کار گذشته. نگو، اونجوری نگو مامان، خواهش میکنم. من اینا رو بهت نمیگم که دلتو بسوزونم دخترم، میگم که سرتو بلند کنی، مراقب خودت باشی و زندگی تو پس بدی. دیگه تنهایی، ولی خدا رو شکر کن که زندگی. همین که سالم باشی برام کافیه. الان خودت باید به خودت یاد بدی که چطور دیگه خودتو کوچیک نکنی و غرورتو زیر پا نذاری.